بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد و آل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا و في كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فانه لا یغفرها غیرک. یا رحمان یا علام. خدایا به من این بنده روسیاه سراپا تقصیر خودت کمک کن، به آبروی صاحب این مکان مقدس که برنامه یاد خدا رو در ماه مبارک رمضان اونطور که تو میپسندی، اونطور که امام زمانمون میپسندن، اونطور که خانواده تو یعنی این مردم عزیز میپسندند بتونم اجرا بکنم. اللهم آمین. سلام علیکم بنده های خوب خدا، مهمونای عزیز خدا، هم نفسای یاد خدا، مسافرای بهشت. الهی که حالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشید. خیلی خیلی خوشحالم از بابت زیارت مجدد شما. خیلی خیلی قبول باشه طاعات و عباداتتون. اجازه بدید با یه روز تأخیر خدمت همه شما تبریک و تهنیت و شادباش عرض بکنم. حلول ضیافت الله، ماه بهار قرآن رو به نظرم اگه من و شما توی این ماه مبارک همه کارامون رو رها کنیم، همینجور فقط شبانه روز سجده شکر به جا بیاریم از این بابت که خدا به ما اجازه داده وارد مهمونی بی‌نظیر و بی‌بدیلش بشیم و ماه مبارک رمضان به من و شما لبخند بزنه، باز نمیتونیم شکرشو به جا بیاریم. گفت یک شکر تو از 1000 نتوان کرد. اما بازم خدایا شکرت بابت این همه مهربونی و نعمتت. ما قبل از ماه مبارک رمضان خیلی نشستیم با خودمون فکر کردیم، اهالی یاد خدا، که ما کجا برنامه رو اجرا بکنیم. چون ماه مبارک رمضان به لحاظ ظرف زمانی مقدس و پاک و مطهره. گفتیم خودمون رو توی یک موقعیت و ظرف مکانی پاک و مطهرم قرار بدیم خوب میشه. یه ذره بیشتر فکر کردیم، دیدیم که خب ما توی ماه مبارک رمضان پناه میبریم به خدا و ولی خدا. پس جایی بریم که عش آل محمد باشه، آشیانه آل محمد باشه، پناهگاه شیعیان باشه، محل امن و امان مؤمنین باشه. بازم بیشتر فکر کردیم، گفتیم ماه مبارک رمضان ماه کریمانه، ماه کریم بنده نوازه، ماه کریم اهل بیته. خب ما که نمیتونیم بریم مدینه منوره به پابوسی کریم اهل بیت، نمیتونیم بریم مدینه منوره نزدیک کنیم خودمونو به جایی که نشانی از حضرت زهرا سلام الله علیها داره. کجا میتونیم خودمونو برسونیم که اون بخشای غربی رو داشته باشه، ضمناً خدمت یک کریمی هم باشیم که از اونجا عطر و بوی حضرت صدیقه طاهره، حقیقت شبهای قدر هم به مشاممون برسه. آقا ما نه، شما اینا رو کنار هم میذارید به کجا میرسید؟ غیر از این مکان مقدس، آشیانه آل محمد، پناهگاه شیعیان به تعبیر روایات، که یک در از درهای بهشت از اینجا باز میشه، یعنی شهر مقدس قم، حرم مطهر شفیعه روز جزا، کریمه آل طاها خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها. الحمدلله رب العالمین، خدا لطف کرد این خانم، این بانوی صاحب کرامت بزرگوار، نظر مهرشون شامل حال ما شد، دعوت کردند و ما رو به حضور پذیرفتن. ما هم قرار شما رو همراه بکنیم تا آخر ماه مبارک رمضان. هممون مهمان هستیم سر سفره کریمانه خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها. قبل از این که من بیام خدمت شما میدیدم تو ساعتهای قبلی رفقای من در این شبستان امام خمینی رضوان الله علیه در تکابو بودند که این شرایط رو مهیا بکنن. از روزهای قبلم ظاهرا شروع شده از فضاسازی دکور یاد خدا تو ماه مبارک رمضان در شبستان امام خمینی حرم مطهر و با صفای خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها یک گزارش آماده کردن. ببینین برگردیم من میگم قرار کلن چه کنیم در یاد خدا. خدایا میشه به مردم توی یاد خدا لحظات شیشه‌ای و زلال و ظریف لطیف قبل افطار بهشون خوش بگذره؟ الهیام بفرمایید.
داشتنیم در برنامه یاد خدا ویژه ماه مبارک رمضان. اگه دوست داشتین برای سلامتی این عزیزانمون که انشالله این زحمتشون همچنان برقرار هست تا پایان ماه مبارک رمضان، برای سلامتیشون، دوام توفیقشون، هدیه به پیشگاه مقدسه و مطهره بانویی که قرار هست با شفاعتشون من و شما وارد بهشت بشیم به تعبیر امام صادق جان علیه السلام، اجماعاً صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خبرهای خوب زیاد داریم توی برنامه. اجازه بدید من همه رو پشت سر هم نگم. تو بخش قبلم یه ذره اطناب کلام داشتم که خودم خیلی پرهیز دارم ازش، ولی چون اول برنامه بود ناچار بودم زیادم حرف بزنم. آقای تهیه کننده قهر میکنه، میگه آقای قمانی پشت جمع کن برو تهران. و این که حیفم هست چون یه عزیز دوست داشتنی نازنین اینجان که دیگه اصلا من باید دست به سینه تا آخر برنامه بشینم و حظ ببرم و از نقل و نبات کلامشون کام دلم شیرین بشه. حاج آقای سعیدی آریا عزیز اولین خبر خوش یاد خدا هستن. آقا سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه حضار عزیز، زائرین حضرت معصومه سلام الله علیها و حضرت عالی و همه بینندگان عزیزمون. انشاءالله که توفیق بندگی و اطاعت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشیم و انشاءالله که نسبت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام عاشق و عارف و عامل باشیم. الهی آمین. به برکت دعای خیرتون. خوبی؟ الهی شد غرق نعمتی. الحمدلله. خدا میدونه منم خوشحال شدم. الحمدلله رب العالمین. بزرگواری شما. ممنونتون. میگم که حالا خیلیا که قبطه میخورن، البته به حال مثل منی قبطه نخورین چون من فقط جسمم اینجاست، ولی شماها راتون دوره ولی دلتون، روحتون، جونتون اینجاست. قبطه بخوریم به حال حاج آقا که هم جسمشون هست هم حضور روحانی و قلبی دارن اینجا. ولی خیلی ها قبطه میخورن میگن که خوش به حال حاج آقا و مثل حاج آقا که در کل سال قم هستن و مجاور خانم فاطمه معصومه، مخصوصا در ماه مبارک رمضان. من این چیزایی که اول برنامه گفتم واقعا حرف دلم بود، احساس کردم خیلی با هم دیگه میشینه. همینطوره. من اتفاقا تو همون قسمت اول برنامه که فرمودید یه قسمتش خیلی به دلم نشست، این که فرمودید خوش بگذره. آره این خوش گذشتن، آخه خوش تو هر فرهنگی و تو هر موقعیتی یه معنی میده. بعضی از بچهای جبهه و جنگ و بهشون بگو خاطرات خوش زندگیتون، بهتریناش میگه جبهه تو اون موقعیت بودیم، نگاه میکنید که یه جایی از سختی و نه غذا بوده نه امکانات رفاهی بوده ولی خوشی های زندگیشو داره اونو تعریف میکنه. از ما سختی و گرفتاری و مشقت ولی اون داره خوش زندگیشو اونو میگه. فرق میکنه. به یه بچه 10 ساله بگو که یه غذای خیلی خوب نام ببر، بهت میگه مثلا فلان فست فود یا غذای پیتزایی نمیدونم چی مثلا. به یه متخصص تغذیه هم بگو آی دکتری غذای خوب نام ببر، بهت میگه مثلا آبگوشت. و شما که یه سوال کردی چرا 2 تا جواب گرفتی؟ چون مفهوم خوب در ذهن کودک خوشمزه است، مفهوم خوب در ذهن دکتر تغذیه مفیده. درسته یه کلمه است. این خوش گذشتن خیلی برای من جالب بود. آره تو ماه مبارک رمضان گرسنگیش خوش میگذره، تشنگیش خوش میگذره چون بندگی خداست. مثل اون کسایی که توی صحرای کربلا کنار ابا عبدالله علیه السلام داره هر چی نزدیک ظهر میشد چهرهشون برافروخته تر میشد، حالشون بهتر میشد. شهادت است و تیر است و تیغ است و درد است و جراحت. چرا این حاله؟ چرا آدم وقتی حج میره تو همه اون سختی ها لبیک اللهم پات خسته میشه، هوا گرم هست، هزار مسئله هست، عبادت و بندگی برای بنده خدا خوش میگذره. چون افق، چون مقصد، چون هدف خداست. و هر چیزی که در مسیر خدا قرار میگیره ظاهرش شاید مثلا سختی باشه ولی باطنش شیرینیه، یه چیز دیگه است. دلچسبه. اینا حضرت آیت الله بهجت که همین نزدیکی اینجا مدفون هستن انشالله برای ما دعا بکنن، ازشون شنیدم که اگر سلاطین عالم لذت مناجات با خدا رو میدونستن هیچ وقت یاغی نمیشدن. همینه. این چشیدن طعمه همینه. بیچاره اون کسی که خبر نداره از این چیزا، فکر میکنه لذات دنیا همیناست که تو دنیا آدم میچشه. اینا رو که حیوانات هم میچشن که از اون لذیذ مناجات هم کجا رفت؟ آره لذت مناجات، لذت همجواریه. یاد کنی اون لحظه‌ای که میری حرم امام حسین علیه السلام چشمت به گنبد میفته، چشمت بذاری همینجا حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، از این در این پایین من مولم میام پیچم
یه خود چشمم بزنیم این دل آدم یه خوشی یه بهجتی بهش که خنکی داره، اینو تو هیچ جا پیداش نمی‌کنی. من از لحظه‌ای که وارد شدم حاج آقا یه احساس سبکی خاصی دارم که اصلا مثلا رو ابرا دارم حرکت، خدای من شاهده. همینه. و این حالت رو از این جنس با این غلظت و دوزش تو ماهای قبل من زیاد اومدم ولی تجربه نکردم. توی این روز دوم ماه مبارک رمضان وارد حرم شدم، این فضا منو گرفت که میگینی تلاقی ظرف مکانی و زمان. اصلا زمانها و مکانها تو دین ما با هم مساوی نیستن. آیه قرآنشو ببینی، ماه مبارک هم هست، خوب قرآن بخونی. لیلة القدر خیر من الف شهر. ببین یه شب میفرماد قرآن بهتر از 1000 ماه، میشه بیش از 80 سال زندگی، میگه از اون بهتره. یعنی ظرف زمانی مساوی نیست. یه شب ها بهتریش هم حد نذاشته، بهتره. بهتره از تو چقدر بهتره خدا میدونه، اونم بهتری که خدا میگه. مکانها تو کامل و زیارات ببینید اصلا زمین کربلا با زمین جای دیگه قابل مقایسه نیستش. اینجوری نیست بگه خب اینم خاکه اینم خاکه دیگه، نه، زمانها و مکانها مساوی نیستن. ما توی یکی از بهترین زمانهای عمرمون، بهترین زمانهای عالم که ماه مبارک باشه، ماه پربرکت، ماه شیرین، ماهی که خدا برکت بهش داده، توی یکی از بهترین مکانهای عالم. علما و بزرگان ما اینجا زانو زدن، کسب فیض کردن، عاقبت به خیری برای خودشون خریدن، گره خوردن با این خانواده، توی این آشیانه آرام گرفتن. الهی شکر، الحمدلله رب العالمین. الحمدلله رب العالمین. خب من احساس میکنم که ما همچین که وارد ماه مبارک رمضان میشیم، حتی اگه هیچ مشکلی هم نداشته باشیم که بعیده، هر آدمی بالاخره گرفتاری یه گرهی تو زندگیش هست، اما حتی اگه اونم نباشه ناخودآگاه زبانت به دعا باز خواهد شد در ماه مبارک رمضان. در حرم‌های شریف هم همین حس رو دارم. یعنی شما وقتی میای حرم این بارگاه مقدس که دعا به اجابت اینجور جاها نزدیک‌تره مثل خود ماه مبارک رمضان، حتی کاری هم نداشته باشه، همیشه که میای برای خودت هم نباشه میگی برای مادرم، برای پدرم، برای همسایم. الان من قبل از اینکه اینجا بیام یه پیرمردی نازنینی گفت من 2 تا دختر دارم تو خونه که این 2 تا دخترم هر 2 تاشون بیماری شدید روحی دارن، یعنی در این حد که اونها رو بستن مثلا به تخت و اینها. خیلی از من با یه بغضی خواست که تو رو خدا امشب دم افطاریه لحظات اجابت دعا به مردم میگفتم. من اگه یادم مونه که الان حواله شد یادم اومد، حالا هر کس هر جایی سیمش فصل شد نفس بزنه برای این عزیزانمون که خدا شفا بده و دیگران. میخوام بگم حتی اگه گرفتاری نباشی یاد کسی میافتی دعا میکنی. یعنی انگار این مکان ماه رمضان ماه دعاست، مکانهای دعان و ما زلف دلمون با دعا گره میخوره. همینطوره. اگر صلاح میدونین مبنا رو بذاریم برای همین. پناه بر خدا. انشالله زنده باد کسی که دلش با خدا گره خورد و زنده می شود. یکی از روش ها و سلاح مؤمن به ما گفتن همین دعا کردن. احسن، سلاح. آره چیزی که کار ازش برمیاد دعاست. و همینی هم که فرمودید من یه نکته کوتاهی عرض بکنم. اتفاقا اگه گرفتیدی داری هم بازم برای دیگران دعا کن. روایت داره اگه میخوای کار خودتون درست بشه برای دیگران دعا بکنید. یعنی خودت هم گرفتاری اول برای دیگری دعا کن. اصلا نوع روش خداوند اینطوریه، برای دیگری دعا کن، خدا کار خودت هم راه میندازه حتی تو اون زمین. حالا دعا رو از کجا یاد بگیریم؟ از بهترین دعا کنندگان. گفت ره از آن رو که رهروان رفتن. ببینیم بهتریناش کی بهتر از امام زین العابدین علیه السلام معرفی میکنه؟ زینت عبادت کنندگان. کدوم دعاهایی بهتر از صحیفه مبارکه سجادیه پیدا میکنیم؟ زبور آل محمد. زبور آل محمد صلوات الله و سلام علیه. عالیه، یعنی هم آدم ساز است، دعاش هم تربیتیه، یعنی حواستون باشه خیلی شیرینه. من دعایی که انتخاب کردم انشالله خدا هم کمکمون بکنه، دعای 8 صحیفه مبارکه سجادی است در مضام اخلاق که امام زین العابدین علیه السلام آموزش میدن که آدمی زاد تو یه سری نقطه ضعف داری. دیدی اینایی که میخوان، حالا ما میگیم جهاد با نفس کشتی گرفتن، مثال خودمونی، مربیه میاد بهت میگه نقطه ضعفات ایناسا، حواستو جمع کن، حریف تو این زمینه ها زمینت میزنه ها. چقدر مفید آدم بدون امام زین العابدین علیه السلام تو دعای 8 این نقاط ضعف، نقاط قوت، آموزه ها رو قشنگ در قالب دعا به ما آموزش دادن. جایی که ما رو میخواد تو زندگی به زمین بزنه جلوگیری از اون، جلوگیری میکنن، آگاهمون میکنن. انذار یعنی همین.
لذا این دعا خیلی دعای مهمی و دعای زیبایی هم هستش. شروع کنیم دعا رو. میخواید برای اینکه من فکر کنم یه پیش درآمد خوبی شد، پس مبحث ما انشاءالله از این به بعد مردم، حالا دوستانی که اینجا تشریف دارن اگر روزهای بعدم خواستین تشریف بیارین و ما زیارتتون بکنیم از نزدیک، مبحث ما موضوع برنامه یاد خدا در امروز و روزهای پیش رو دعای 8 صحیفه مبارکه اخت القرآن، بله، صحیفه شریف سجادی است، کلام زینت عبادت کنندگان، امام چهارممون آقای ساجدین، نه سید الساجدین، و میخوایم بهره‌مند بشیم. تبیین بکنن دعایی است که فکر میکنم در این دعا ما پناه میبریم به خدا از اخلاق بد، درست، بقایای انواع اخلاق بد، آره انواع اخلاق بد و اینها. این پیش درآمد باشه. یه فاصله بگیریم. اجازه میدین آقا؟ من یادم باشه همیشه از شما اجازه بگیرم. استغفرالله، خواهش میکنم، بفرمایید. ما یه بخشی داریم به عنوان نذر خدمت. از این به بعد توی انشاءالله هر روز این بخش رو برای شما پخش میکنیم. عزیزانی که نذر کردن از جاهای مختلف، نه فقط قم مقدس، شهرهای مختلف، ممکنه اطراف و اکناف روستاها جای مختلف نذر کرده باشن که یه خدمتی بکنن به زائران حضرت کریمه. ما توی این بخشی که الان برای شما پخش میکنیم یه عزیز کفاش که به شغل شریف کفاشی مشغول هستن یه خدمتی میکنن. حالا چطور شما این تصاویر رو ببینین و برگردین، بعد من هم توی این بخش به شما توضیح داده خواهد شد به نظرم، هم بعد از اون من عرض میکنم اگر کسی تو هر حرفه‌ای تو هر صنفی هست که خاص خدمتی بکنه به زائران حضرت کریمه در قم مقدس چطور میتونه این کار انجام بده. بریم و برگردیم در خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. غلامرضا شاه محمدلو هستم. من قبل اینکه بیام کفاش بشم در اجرای نیروی هوایی بودم. از سال 74 تا الان تو کار تعمیرات کیف و کفش، فقط تعمیرات میکنم. وقتی صبح خونه میزنم بیرون بیام سر کار، میگم خدایا من فقط به خاطر این میرم که شیعیان امام زمان علیه السلام پاشون راحت باشه برای رفتن و رسیدن به هدف خودشون که رسیدن به ظهور و آقاشون امام زمانه و راحت بشن. مولانا برای هر کی کار بدی داشته، ضربه زیادی زده، برای ما یک خوشی داشته. اون سال نتونستیم بریم موکه و حضرت معصومه سلام الله در 80 و این عامل باعث شد که ما تو حرم حضرت معصومه صحن جوادار ائمه اونجا کفش زائرا رو تمیز میکنیم، واکس میزنیم، کفی میذاریم. اکثر روزا هستیم، یک شنبه هم به خصوص هستیم. نزدیک 4 سال الان بچه‌ها هستن و ادامه داریم تا الان بوده. ما همه خادم اخت الرضاییم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا انشالله به همه من و شما توفیق خدمت به ساعت قدسی قرآن کریم و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین رو عطا بکنه، بیش از همه در همین ماه مبارک رمضان. این نکته رو عرض بکنم، این عزیز نازنینی که دیدین که هفته یک روز رو مشرف میشن حرم و کفش های زائرین خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها رو واکس میزنن، تعمیر میکنن و اینها، ممکنه این سوال برای شما پیش بیاد خب من شهرستان هستم، اصلا شغلم چیز دیگریه و بعد نمیتونم هر هفته بیام، هر ماه حتی شاید نتونم بیام. من یه توضیح عرض کنم. شاید شما ممکنه مثلا توی سیستان و بلوچستان بیننده برنامه باشید، دیده باشید، دوست داشته باشید برای حضرت معصومه کاری بکنید، به نیت خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها خدمتی بکنید به مردم، به ایال الله، به خانواده خدا، به نیت حضرت معصومه سلام الله علیها. شما میتونید این کار رو انجام بدید. مثلا پزشک هستید، آقا من یه روز صبح تا شبم نه، مثلا از ساعت 3 بعد از ظهر تا مثلا 7
شب این چند ساعت اختصاص میدم رایگان، یا مثلا 5 تا ویزیت مثلا در هفته، نمیدونم هر چی نیت دارین، رایگان به نیت خانم فاطمه معصومه سلام. اینو از طریقی دوستان اعلام کردن به ما خبر بدین، احیانا اگر شرایطش مهیا بشه بچه‌ها حتی برای ضبط میان و ما اینو اطلاع رسانی میکنیم و انشالله از برکات این نذر و ثواب هم بهره‌مند بشید و توی این پویش هم شرکت بکنید. این از این نکته بعدم این که باید بریم خدمت حاج آقای سعیدی آریه عزیز و نازنین. موضوع برنامه مشخص شد، دعای 8 صحیفه شریف سجادیه. آقا بسم الله. یا علی مدد. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. مخلص. امام زین العابدین علیه السلام در دعای 8 صحیفه مبارکه سجادیه عبارت اول: اللهم انی اعوذ بک، خدایا به تو پناه میبرم، من هیجان الحرص. همون اول کار. من هیجان الحرص. عجیبه. خود حرص یه مسئله است، خود هیجان عجیب بود برای من با این هیجانه شروع شد. حالت به هم ریختگی، عدم تعادل، خروج از حالت اطمینان و آرامش. یعنی حرص یه همچین خاصیتی میتونه بر آدم ایجاد بکنه، میتونه به هم بریزه آدم رو. آره واقعا. و اگه آدم به هم ریخت، تعادلش رو از دست داد، مثل اینکه شما پشت فرمون نشستی، یکی کنار دستت بشینه بگه فلانی برو سری دیره نمیرسی، ببین چه جوری میشه رانندگیت. حالا یکی کنارت نشسته باشه یه فلانی آروم، حالا 5 دقیقه دیر میرسیم آخر سر، تصادف که نمیخوایم بکنیم. ببین رانندگی آدم فرق میکنه. این حالت هیجان و به هم ریختگی مزام بزرگیه. این حالتیه که از تعادل عقلی آدم رو بیرون میاره. آره و اولین ضررش هم به خود آدم. اصلا نوعاً کسایی که میخوان کلاه سر آدم بذارن حرص آدم رو تحریک میکنن. میخوان یه چیزی بفروشن، یا تو چیزی میگه آقا ببین زیر قیمته ها، آقا نگاه کن ببین مثلا اینجا اینطوری، یه جوری شروع میکنه با این حرص تو ذهنت بازی کردن که اون قسمت هایی که قرار کلاه سرت بذاره و اینجا سند نداره و اینجا چی هست اصلا به اونا توجه نکنی. اینقدر حرصت رو تحریک میکنه، فقط جهت اون مسئله منفعت رو دنبال کنی. نوعا نگاه بکن. این که میگم نوعا میدونم و یعنی پرونده هایی رو دیدم، نوعا طرف میگه یه لحظه نفهمیدم چی شد اصلا امضا کردم، نفهمیدم چی شد خرید. این نفهمیدن مال همون هیجان حرصه. نوعا تو مسائل اقتصادی خوبم سر آدم کلا میره سر همین مسئله است. آرامشش، حفظش، فلانی قرار نیست همه چی. آقا مشورت میکنم با کسی که اتفاقا این آرامش رو داره. من الان هیجان زده شدم در مورد این کار، این خرید یا این فروختن یا این چیز، هیجان زده شدم. با کسی که عاقله مشورت میکنم، اون که هیجان زده نیستش که فلان این کار درسته غلطه. این چقدر میتونه آدم رو متعادل بکنه. هیجان حرص این حالت رو ایجاد میکنه. دیشب یه جایی عرض کردم خدمت عزیزان، یه وقتی میدونید چقدر قدرتمنده این هیجان حرص، یه کاری میکنه امام حسین علیه السلام تنها بمونه. تو جریان کوفه تا 18,000 نفر ذکر کردن که با عرض شود که مسلم بیعت کردن. تا 18,000 نفر. چی میشه یهو بعضیا خالی میکنن جا رو دیگه. مسلم که میدونید تا آخرین لحظه دیگه تنها میمونه، یعنی 1 نفر هم باهاش نمیمونه. اومدن تبلیغات کردن، آقا طلا و جواهر رو چه میدیم و چه میدیم، شروع کردن مادیات، حرص مردم رو تحریک کردن، تطمیع کردن. یه جوری شد که یار امام حسین علیه السلام تنها ماند، 18,000 بیعت تبدیل به 0 شد. آره این اتفاق میفته. یعنی همین هیجان حرص ممکنه کار رو به جایی برسونه که امام زمان تنها بمونه. با اشقیا پیغمبر خدا هم تنها میمونه، یعنی دشمنی میشه باهاش. آیه قرآن بخونیم. بله. 40 سالگی پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، کم کم سر و صدا داره پیش میاد که یه شخصی اومده میگه من پیغمبرم، تکذیب کنیم تایید کنیم نمیدونیم. مردم اومدن پیش علمای یهود. آقا این علمای یهود، این آقا میگه من پیغمبرم، شما هم گفته بودید یه پیغمبری میاد. این آقا همون آدم تایید تکذیبه. اونا یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، میشناختن پیغمبر رو کما مثل این که یعرفون ابناءهم. آقا پدر و پسر چجوری هم دیگر میشناسن؟ اینقدر به دقت. ولی حرصشون نسبت به دنیا و مقام و جایگاهشون اجازه نداد اعتراف کنن این شخص پیغمبره. یعنی از حیث جهاد تبیین و ایجاد بصیرت حضرت موسی و کتابشون کامل عمل کرده بود که مشکل معرفتی اصلا نداشتن. صراحت آیه قرآن یعرفونه کما یعرفون ابناءهم،
مشکل معرفتی نیست، مشکل حرص نسبت به جایگاه دنیاییه که نمیتونه بپذیره. پیغمبر خدا رو تکذیب میکنه. نه تکذیب، جنگ خیبر با کیا بود؟ با همین یهودیایی بود که یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. پس حرص همچین قدرتی دارد که شناخت کامل الهیه کسانی رو که مریدان یک پیغمبر حضرت موسی هستند بر پیغمبر بعدی میشوراند و دشمن میکند. اینقدر قدرتمنده. نمیدونم این سوال الان اینجا جاش هست، ولی سوال مهمیه نتونستم نپرسم. بسم الله. و فرمودین که شناخت داشتن، پس یعنی درجه بالای شناخت و معرفت هم باعث نمیشه تو دوچار هیجان حرص نشوی. همینطور. سوال همینطور. چیست که باعث میشه که ما دوچار هیجان و حرص نشیم؟ پس زوال عقل باعث میشه دوچار بشویم. درسته؟ زوال عقلی که تو هست. حالا من چیکار بکنم؟ اطمئنان یا اطمینان یا آرامش؟ الا به ذکر الله جواب قرآنیشه. تطمئن. تا میخواد به همت بریزه، خدا با همون یاد داده تا یه چیز دنیایی خیلی خاص حالتو به هم بریزه یاد مرگ بیفت. کل من علیها فان. اینی که تاره اینقدر تو رو جذب میکنه که امامت رو کنار بگذاری، فانیست، خودش تمام شدنیست، تو تمام شدنی هستی. این ببین چقدر آدمو آروم میکنه، چقدر از بین رفتنه. پس یعنی به اون علم و آگاهی و دانشی که اندوختی تو دانشگاه تو هر جایی نناز. تو برای اینکه دوچار هیجان حرص نشوی باید مدام ارتباط تو با خدا تقویت کنی. احسن، همینه. با نماز، با دعا، با ذکر، با قرآن، با یادهایی که خداوند به ما گفته. مثلا انفعی که نافع ترین یادها همین یاد مرگه. خیلی زندگی آدمو تنظیم میکنه. میخواد حرفی به کسی بزنه، فردا باید جواب بدم. به خاطر همینه که ما از یه وقتایی، یه اصطلاحی هست میگن رویش ها و ریزش ها، یه کسایی رو میبینیم ریزش میکنن، حتی ملبس به لباسهای مقدس، یه وقتایی توی جایگاهایی رو میبینیم، یه وقتایی یه چیزهایی که اصلا توقع نداریم. اشکال اینجاست. اشکال سر دانش و علم نیست. همون لحظه ازش بپرسی برات پیاده میکنه. ممکنه یک استاد اقتصاد دانشگاه فلان هم باشه، اما سرش کلا بره سر یه خونه خریدن ساده، برای اینکه هیجان حرص، اون تحریک پذیریشو نسبت به اینجا هنوز تربیت نشده از درون. ممکنه از علما و کسانی باشن که یهودی‌ها علمای یهود بودن، اینا که عرض کردم. علما بزرگ به کتاب مقدسشون کاملا مقدس، به معرفت کاملا مسلط، اما ولی نمیتونه این حرصو حلش بکنه. شیطان خوب بلده نقطه ضعفای ما رو کجا دست بذاره. ممکنه هیکل خیلی بزرگی داشته باشه ولی زانوش یه مسئله‌ای داشته باشه، اونم میدونه ضربه رو باید کجا بزنه که این بخوره زمین. اگه تربیت نشدیم، ماه مبارک ماه تربیت شدنه دیگه. ماهیه که من میگم آهای نفس من، قرار نیست هر موقع تو گفتی غذا بخور، تو گفتی بنوش، تو گفتی هر کاری رو بکن، قرار نیست هر موقع تو گفتی و اعلام نیاز کردی من بگم چشم. قرار فرمون دست من باشه، هر موقع من میگم اراده بکنم. عقل منه که حکم فرماست، عقلی که ما عبد به الرحمن. این منه کیه؟ تعریفش؟ این نفس مطمئنه انشاءالله. این نفس مطمئنه در مقابل اون نفس اماره و سرکشی که قرآن کریم هم اشاره می‌فرماید. بله قرار من تصمیم بگیرم، قرار عقل من تصمیم بگیره. عقل من زیر مجموعه هیجاناتی که بهش استیلا پیدا میکنه و بهش میاد شروع میکنه خوردنی ها و نوشیدنی ها و شهوات و اینا به هم میریزه. خب حیوانات هم که همینا به هم میریزه که الان میلیون ها ساله که میخوان هرچی حیوانی طعمه میشود برای اینه که نسبت به حرص آن چیزی که میخورن. نگاه میکنه آقا حریص شده، یه طعمه هم سر قلاب میزنن، تو ماهی میندازه، هنوز تو آب میندازه، ماهی طرف این طعمه میاد، شیطون هم همین طعمه رو میزنه، حرص میگیرتش. اگه این طعمه رو ما فهمیدیم این طعمه است، این چیزیه که شیطون داره برای شما ترتیب میده، این هیجانی که این نفسانیاتی که داره تصمیم گیری عقلی تو به هم میبره. این طرفشو نگاه کن، امام زمانه. منتها ماها یه خاصیت داریم که شیطون اینو خوب بلده. دیدید این شعبده بازا اینا که تردستی اینا بلدن، خیلی سریع کاری رو انجام میدن، یا دور از چشم شما داره با این دستش یه کاری انجام میده ولی با این دست داره یه کار دیگه انجام میده. اون قسمتی که غفلت آدم نسبت بهش داره ضربه رو از همونجا میزنه. ما خاصیتمون اینه، غفلت میگیرتمون، زرق و برق میگیره، زینت میگیرتمون. خب شیطون هم که بلده و زین لهم الشیطان اعمالهم، اصلا زینه تشکیل هم داره، یعنی کارش همینه.
جلوه‌گریه، میاد این کار انجام میده. تو اگر تربیت نشده باشی، من اگه تربیت نشده باشم، این حرص رو نمیتونم تعادل دیگه روش ایجاد بکنم. یه مدلی هم هست درگیره، یعنی میفتی تو ماجرای حرص، به نظرم مثل آب شوره. روایت این که من این میگم همین کلمه این که گفتید روایت، بله بله. حواله شده دفعه آب شور خاصیتش هرچی میخوری تشنه‌تر میشی. اینجوری انگار. بله. گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. چشم پر نمیشه. حریص آدم گرسنه است، آدم گرسنه که با هیچ چیز سیر نمیشه. این آدم همیشه هم درد گرسنگی رو داره ها. از خاصیتاش اینه که هیچ وقت شکر خدا رو نمیکنه. آدم یکی از این قاتلین شهدای کربلا به نظرم به همین مرض دچار شده بود. هیچ وقت سیراب نمیشد. هی آب میخورد سیر نمیشد. هیچ وقت سیراب نمیشد. پناه بر خدا. دنیای ما هم همین خاصیت رو داره. خوش به سعادت اون کسی که زودتر فهمید که برای چی اومده اینجا، چه چیزهایی، اون آب زلال کجاست. اشتباه نگیر، هیجانات به همت نریزه. شاکر باش نسبت به آن نعمتی که داری. از خواص حرص اینه که آدمو ناشکر میکنه. میدونید چه جوری؟ آدم حریص همیشه نگاهش به بالا سره. آره. خب پس نعمتی رو که داره اصلا نعمت نمیبینه. شکر دیگه. شکرم وقتی نعمت ندیدی برای چی شکر بکنی؟ چیزی رو که ندارم. که تو نعمت رو ببینی درکش کنی که خب خدا بابت این نعمت شو. وقتی نمیبینی هی دنبال اجتهادی شکر وقتی سرت اون بالاست، اینی که داری رو نمیبینی، لذا هیچ وقتم شکر نمیکنی. اما قاعده شکر چیه؟ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. یعنی اگه دنبال زیادی هم باشی، بازم باید حرص رو درمان کنی که شاکر باشی. نگاه کنید دعای عرفه امام حسین علیه السلام چقدر قشنگه. حضرت ابا عبدالله این سرانگشتانم، این رگ و پیم، دونه دونه حضرت دونه دونه میشموره این نعمتایی رو که شاید ما هیچ وقت نشمریم. موقع به خاطر اون حرصی که تو دلم دارم، من وقتی بگن فلانی نعمت‌ها، شروع میکنم یه افق بالایی رو دیدن، اصلا نمیگم. این سلامتی که دارم، این حال خوبی که دارم، الحمدلله. یه وقتایی آدم باید تربیت بشه. یه وقتایی آدم باید نگاه بکنه، گاهی تو زندگی دیگران نگاه کنه ببینه چه نعمتایی داری که نداری. یه عبارت خوشگلم داره اون دعای عرفه که خیلی میخوره، یعنی بعد همه این نعمت‌ها که میگه برای اینکه غرق در حرص نشیم، چون نعمت هم هی زیاد میشه هی آدم بیشتر میگه که، یعنی میفرمایند که مازا وجد من فقدک و من لذی فقد من وجدک. خدایا چه دارد آن که تو را نداره. یعنی حواست باشه هر چی هم داشته باشی، خدا رو نداشته باشی هیچی نداری. آره خیلی قشنگ، خیلی قشنگ، زیباست. بله این فرازهای دعا که اهل بیت علیهم السلام فرمودن، اونا معدن العلمن. معدن یعنی محل جوشش. محل جوشش علمه. اینی که ما اصرار داریم دعاها مأثور باشه، یعنی از کلام اهل بیت علیهم السلام باشه، چون اونا میفهمن چی بخوان، اونا میدونن چی بگن. ما به تبع اونها داریم اینو میگیم. انشالله اصابت کنه، به استجابت دعای این بزرگواران انشالله برای ما هم استجابت پیدا بکنه. ولی بفهمیم یه تذکر داره میده امام زین العابدین علیه السلام. اعوذ بالله اللهم انی اعوذ بک، خدایا به تو پناه میبرم، من هیجان الحرص، از این به هم ریختگی و از این طغیانی که حرص تو من ایجاد میکنه. و بدبخت اون کسی که گرفتار شد دیگه درمانش بعضی موقع این حرص کوری میاره، دیگه نمیبینه، ناصح رو هم نمیبینه، پیامبر خدا هم جلوش بیاد دیگه نمیبینه، چون کور شده، به این بیماری دوچار شده. این بیماری، ببین یه نفر میبری پیش پزشک، میگه فلانی این دارو رو بدید 2 هفته خوب میشه. یکم آزمایش ها رو میبینه، میگه حالا ببرید دیگه اذیتش نکنید، ببرید اگه سفری هم میخواد بره و اینا، یعنی دیگه نه با تمام کار از کار گذاشته. اگر حرص نهادینه شد اومد وجود آدم رو گرفت، دیگه تو نمیتونی، دیگه نمیتونم اصلا ازش رهایی پیدا کنم. حرص به دنیا، ضحاک ابن عبدالله یه قصه عجیبی داره. از کسانی است که تا ظهر عاشورا به امام حسین علیه السلام هست، جزو یارانم هستش. ظهر که میشه اون حرص دنیا غلبه میکنه، دیگه من اثری از پیروزی نمیبینم، دیگه هیچی اثر نمیبینم. به امام حسین علیه السلام عرض میکنه آقا من رفتم خدا نگهدار. آقا داره تو اون روایت تاریخیش داره که دیگه نه اسبی داریم، نه مثلا زاد و راحله‌ای داریم که تو بخوای بری. آقا یه اسبی این پشت برای خودم قایم کردم. این 2 تابعیتی بود، حتما میتونست بخواست فرار بکنم، برای خودش قبلا گذاشته بود چیزی. آره میتونم
رفت و سوار شد و رفت امام حسین علیه السلام و گفتی که اثر پیروزی من چیزی نمیبینم. یعنی امام حسین علیه السلام به خاطر حرص به دنیا رها کرد. فوز عظیم. ببین ما الان دعا میکنیم میبینیم چه حال خوشی تو حرم امام حسین علیه السلام. این ور میای شهدای کربلا، خدایا ما کاش جزو اینا بودیم، یا لیتنا کنا معکم. این بود و رها کرد. هم بگم حرصو ببینید چقدر قدرتمنده. خدا. برای همین این دعای عاقبت به خیری رو اینقدر علما و رفا سفارش میکنن. و این مثلا اینه که گفتید عاقبت به خیری متناسب با همین عرض کنم هر چی سن آدم میره بالا حرصش بیشتر میشه. از اون چیزاییه که بعضی از شهوات تقلیل پیدا میکنن، حب جاه، حرص نسبت به مقام. یعنی یه سری گناه ها جابجا میشه. وای حبش بیشتر میشه. مگه میتونه دل بکنه؟ حریص شد مگه میتونه دل بکنه؟ اون وقت موقع مردن روایت داره با سخط از خدا از دنیا میره. سخط یعنی خشم، با خشم از خدا. حرص داره نسبت به دنیا، نمیشه کندش. و چارش هم کلام آخر. یکی از چارهاش انفاقه. انفاق به چه صورت؟ وقتی من توی دنیا انفاق میکنم، حتی تنفقوا مما تحبون، از اون چیزی که دوست دارم یه بار کنده میشم. چقدر آسانه کنده میشم. وقتی کنده شدم موقع مرگم هم از کنده شدن از همه چیزایی که دوست دارم داره اتفاق میفته. ترجمه مرگم اینه دیگه. انفاق مرگ رو راحت میکنه، حرص رو از آدم کم میکنه، این کنده شدن رو راحت میکنه. احسن. خیلی خدا عاقبت به خیره. آره خدا ما رو در زمره کسانی قرار بده که راحت بتونیم از مالمون ببخشیم و انفاق و احسان بکنیم. خیلی کیف داد. سلامت باشید. قام دلمون شیرین شد. خاصیت دعا و روایت و حرف اهل بیت علیهم السلام اینه که منبعش نوره، به دل انسان میشینه. الهی شد. تمام گنجینه تمام عیاره، ولی خب بیان کننده خیلی مهمه و ما استفاده کردیم. لطف دارید. اجرتون با خود صاحب این مکان مقدس باشه خوبه؟ انشاءالله. بله حتما. انشاءالله. اوامری نیست؟ عرض ادب و احترام. اللهم عجل ولیک الفرج. اللهم آمین. خدا خیرتون بده. خیلی ممنونم. به انفاق تموم شد. انفاق توی ماه مبارک رمضان هم آقا همونجور که همه چی کار خوب ضریب میخوره، انفاق هم ضریب میخوره. همه کار. به نظرم علت این همه توصیه به احسان و انفاق در ماه مبارک رمضان در توسط اهل بیت هم همینه. گفتن اگه تونستین افطار بدین، نتونستین حتی با یه دونه حبه در واقع دانه خرما، اونم نشد یه جرعه آب افطار بدین، کنایه از این که خیلی این کار مهمه و ثواب داره. ما یه پویشی داریم به اسم پویش افطار. این که چجوری برگزار میشه و شما چطور میتونید مشارکت داشته باشید. اینجا هر شب سفره اطعام پهنه در حرم مطهر حضرت کریمه الحمدلله رب العالمین. شما میتونید تشریف بیارین و میتونید چطور میتونید سهیم باشین و این بخشو که دوستان زحمت کشیدن و یه قدری بیشتر بهش دل بدین. بسم الله. آقا ممنون. همه از خدایی به سوی خدا برویم. افطاری کریمانه. شما هم می توانید با ارسال عدد 5 به شماره پیامک 301122 و یا از طریق سایت nazr.amfm.ir در این امر خیر سهیم باشید. همه میهمان کریمه ایم. آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله. خدا به همه من و شما توفیق بده که بتونیم در کار خیر در این ماه مبارک رمضان مشارکت داشته باشیم. دست فقیری رو بگیریم، دست بی‌نیاز و دست یتیمی رو بگیریم. کسی که این کارو میکنه حتما دست دیگه‌اش تو دست خداست، اونم تو ماه مبارک رمضان. انشاءالله با شرکت در پویش افطار میتونین در همین مسیر قدم بردارین و شرکت داشته باشین در اطعام و احسانی که در حرم مطهر خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها برقرار میشه. یکی از بخش‌های خوبی که به نظرم دوستان من تدارک دیدن در برنامه یاد خدای ماه مبارک ما انشالله به یاری خدا هر روز تقدیمتون خواهیم کرد،
بخشی به نام ستارگان. همونجور که شما میدونید حرم مطهر خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها پذیرای پیکر پاک اندیشمندان، متفکرین، علما، عرفا، مراجع عظام تقلید و بزرگان زیادی است که در طول تاریخ زحمات زیادی کشیدند تا اسلام عزیز، تا مذهب تشیع به ما برسه بدون کم و کاست و امروز ما قدردان همه زحمات اونها باید باشیم. ما تصمیم گرفتیم توی برنامه یاد خدا هر روز شما رو با تعدادی از عزیزان که اینجا آرمیدن و شرف حضور دارن و در حرم مطهر خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها آرامگاهشون هست شما رو باشون آشنا بکنیم. بریم با این عزیزان شما رو آشنا بکنیم، برمیگردیم توی بخش بعدی دیگه من از شما مرخص میشم و شما رو به خدا میسپارم. بفرمایید. خواهش محمد تقی بافقی در 1292 قمری در شهر بافق به دنیا آمد. او تحصیلات دینی خود را وقتی 14 ساله بود در یزد آغاز کرد و در سن 28 سالگی عازم نجف اشرف شد. محمد تقی بافقی 17 سال در درس عالمانی مانند آخوند ملا محمد کاظم خراسانی، سید محمد کاظم یزدی و میرزا حسین نوری شرکت کرد و سپس رهسپار کربلا شد و در محضر سید احمد کربلایی به تحصیل و تهذیب اخلاق ادامه داد. وی در سال 1337 قمری به ایران بازگشت و در قم ساکن شد. او در کنار شیخ کبیر قمی و آیت الله فیض قمی و سپس با همراهی و دستیاری آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی به احیای حوزه علمیه قم و خدمات فرهنگی و اجتماعی پرداخت. آیت الله بافقی بسیار مجدانه در امر به معروف و نهی از منکر تلاش می‌کرد. ایشان به خاطر کارهای ضد فرهنگی و ضد مذهبی رضاخان پهلوی به او نامه‌ای نوشت و وی را برحذر داشت. به دنبال آن رضا شاه وی را 6 ماه زندانی و شکنجه جسمی و روحی کرد و سپس به شهر ری تبعیدش نمود. وی پس از بازگشت مجدد به قم دست به بازسازی مسجد مقدس جمکران زد و با همراهی طلاب رسم پیاده روی جمکران در روزهای جمعه و تشرف به میعادگاه عاشقان صاحب الزمان عجل الله فرجه در شبهای چهارشنبه را احیا نمود و رونق بخشید. آیت الله محمد تقی بافقی سالهای آخر عمر را در ری سپری کرد و در فروردین 1325 شمسی رحلت نمود. پیکر مطهر این عالم ربانی در مسجد بالا سر حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه علیها السلام دفن شد. پیامبر فرمودن این دلهای ما هم مثل آهن زنگار میگیرن. سوال کردن چجوری دلامون رو صیقل بدیم؟ فرمودن 2 تا کار کنید، یاد مرگ کنید که الان یاد مرگ کردیم و قرآن بخونید. حالا میخوایم قرآن بخونیم و مهیا بشیم برای لحظات اذان مغرب و افطار. جای خانی عزیز زحمت تلاوت قرآن رو میکشن. التماس دعا یا حق. خداحافظ. بسم الله.